این منم جوون گفتمان خونسای اعتدال، نوجوون 8 سال شوم احمدی نژاد، قربانی شرق و تحجر غرب و استعمار، ساکن این اروپای آب زیر کار، بی دفاع خوردم هرچی جامعم بخوردم داد، یکمم توف کردم حس کنم مستثنام، شدم به معرضاش مبتلا ولی فهمیدم چیزی خطرناکتر نیست واسه جمع مفبرات جز یه هنرمند کهنه کار نوگرا. چی یاد بگیرم اکی کیان بزرگترام، نمیشه خون روی دستشون و شست با صابون، باید سرشون رو با استدلال برید جا چاقو. پس منطقم و تیز کردم رفتم تو خیابون، هر کی گفت حقت بود چشت کور لیاقت تامین نابود، گفتم کوفت ابله کم بوش، مدرسه دامداری شده بازار کاچرخ گوشت، شاید به نفع بود ببینی یه روز ضعف ساختار و خر نویسنده رو بگیر نه قهرمان داستانو، ببینی محصول محیط آدما رو شاید گذاشتیم تو ساختار نوین، جا برات و نبوغ تولید گرفت ازم لذت مصرف و بازی ساده شده از بس که زدم به هدف و یاقی کردم هرچی منفعل بی طرف و پشیمون کردم کلی متظاهر بی شرف و مثل تو یه سکه با دو رویه به درد نخور، نه عذرخواهیت میخوره به دردم نه حتی تشکر، همشو خراب میکنم بهتر میسازم از نو، من کفر میگم همزمان توف میکنم حقو بشنو، به یه مون به جاممون تا لبش پر، بازی تموم بشه باختی باز تهش تو، نمیفهمی نه نفرت و نه عشق و اینو میخونم هم گوش بکن هم بشنو، به یه مون به جاممون تا لبش پر، بازی تموم